الحمدلله. به این نصیحت پیامبر سخت اهمیت بدید و این نصیحت پیامبر رو به فرزندان تو تعلیم بدید. انا این تعلیم بدید. دو کلمه بگید که فرزندم، پیامبر گفتن که بگو که رب من الله است، مؤمن باش، مسلمان باش، ثابت قدم باش، منافق نباش. اینجا مسلمان اینجا نه. اما تاجیکا چی تعلیم میدن؟ آیا تاجیکا به منهج پیامبر فرزندهاشون تعلیم میدن؟ نه، تاجیکا به منهج عبدالله ابن ابی ابن سلول، به منهج منافقین تعلیم میدن. میگن شهر یک چشمه روی یک چشمه رو یک چشمه شو، شهر لنگ روی لنگ شو، شهر کور روی کور شو، شهر یعنی زیناکار روی زیناکار شو، شهر گلوبای روی گلوبای شو. والعیاذ بالله. تعلیم و تربیه که در مردم ما میبینید، یعنی یک مردم پیش بینش برف همون مردم چه خیل نباشد تو هم همون خیل شو میگه. این خیل نیست. تربیه باید این باشد که ای فرزندم موحد شو، یک تا پرست شو، مسلمان و مؤمن شو و ثابت قدم باش. شهر منافقا روی هم موحد باش، شهر مشرکین و کفار روی هم موحد باش و براءت خودت را از کفار و مشرکین و منافقین اعلان کن. در همه جا موحد باش. قسم به الله اگر به تو خواهند که ضرر رسانند، ضرر رسانیده نمیتوانند مگر همون چیزی که در تقدیر است. به تو خواهند که فایده رسانند، نمیتوانند مگر همین چیزی که در تقدیر است. اگر تو را به قتل رسانند، جنت میروی که مقصد اساسی است، شهید میشه، هیچ مشکلی نداره. ثابت باش، صادق باش. النجاة حماه